خب دولت ایران بدونه بخاطر چی خیابان شلوغ میشه؟ مثال میارم، سازمان های دولتی یک اشغال از 12 کیلومتری 15 کیلومتری میارم اینجا خالی میکنم، همینجا که هست والا از روستا میارم شهر خالی میکنم. رشت چه رفتگار نباید داشته باشه؟ قلبا داشته. دو کوچه فاضلاب نداره، فاضلاب پیدا نیست وسط شهر، فاضلاب نداره. شهر داری آب سطحی انجام نداره، برق آبنمان نداره، برق لامپا کار نمیکنه. وقتی این مشکل هست خب مردم میزنن بیرون دیگه. این شلوغی شهر، من که روم این ور برمیگردونم حرف نمیزنم، ولی دیگران ظرفیتی ندارم میشه شلوغ. کشته سازمان دولتی کار انجام میده، هرگز این چنین کاری نیست. ما مقصر نیستیم، مقصر شما مسئولینی که باعث فتنه میشه. 3 مثال آوردم، دولت جمهوری اسلامی ایران بگیرید من چی گفتم.